ماه شعبان و استقبال از رمضان. شمارش معکوس عقربه‌های زمان برای رسیدن ماه مبارک رمضان آغاز شده است. بوی خوش رمضان از کرانه‌های گیتی مشام شیفتگان این ماه پرخیر و برکت را نوازش می‌دهد. ماهی که نوید یک زندگی جدید برای مؤمنان به شمار می‌رود. ماهی که فضای ملکوتی آن فرصتی است برای جبران لغزش‌ها و کوتاهی‌ها. ماهی که در آن درهای بهشت به روی بندگان گشوده و درهای جهنم بسته می‌شود. رمضان می‌آید تا ما را از ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری پاک ساخته و به سوی هنجارها و پرهیزکاری سوق دهد. لذا جا دارد از همین امروز خود را برای رسیدن به رمضان آماده کنیم. آمادگی برای رمضان با تعهد به ایجاد تغییر در زندگی است و عبادت در شعبان مقدمه‌ای برای عبادت بیشتر در رمضان می باشد. شاید به همین خاطر است که عبادت و بندگی در شعبان هم از فضایلی برخوردار است. عرضه کارنامه سالانه انسان به الله متعال. اعمال انسان‌ها در ماه شعبان به الله متعال عرضه می‌گردد. لذا روزه گرفتن در این ماه سنت می‌باشد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. این ماه شعبان که میان رجب و رمضان قرار دارد و غالبا مردم از عبادت در آن غفلت می‌ورزند، ماهی است که اعمال انسان‌ها در آن به سوی پروردگار جهانیان بالا برده می‌شود و من دوست دارم در حالی که روزه دارم اعمالم به الله متعال عرضه گردد. عایشه رضی الله عنها میگوید: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را ندیدم که در هیچ یک از ماها به اندازه ماه شعبان روزه بگیرد. گفتنی است که با تمام این توصیه ها نباید 2 روز آخر شعبان را روزه بگیریم، زیرا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از این کار منع فرمود. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. هیچ کس از شما نباید 1 یا 2 روز قبل از رمضان روزه بگیرد مگر کسی که مقید به روزه گرفتن بوده است. این شخص میتواند روزه بگیرد. بدین معنا که یک شخص به عنوان نمونه عادت به روزه گرفتن روزهای دوشنبه و پنجشنبه دارد و روز آخر شعبان مصادف با یکی از این روزها باشد، در این صورت روزه گرفتن آن اشکالی ندارد. مغفرت گناهان در ماه شعبان. انسان‌ها در ماه شعبان مورد مغفرت قرار می‌گیرند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. همانا الله متعال در شب نیمه شعبان نگاهی به بندگانش می اندازد و همگی را مورد بخشش و مغفرت قرار می دهد، به جز انسانهای مشرک و کینه‌توز را. اما با این حال اختصاص دادن شب نیمه شعبان به انجام عبادت و اعمال ویژه بدعت و حرام می باشد، زیرا پیامبر گرامی اسلام، صحابه و سلف امت در این شب اعمال و عبادات خاصی انجام نداده و توصیه‌ای هم در این زمینه نداشتند. دعا برای رسیدن به رمضان. در این ماه
دعا نماییم که الله متعال ما را به رمضان برساند تا با عبادت و بندگی اجر و پاداش آن را دریافت نماییم. زیرا نقل است که تعدادی از سلفین امت از ماها قبل برای رسیدن به رمضان لحظه شماری کرده و دعا می نمودند. ابراز خوشحالی از نزدیک شدن رمضان. با نزدیک شدن ماه پرخیر و برکت رمضان باید ابراز خوشحالی نماییم که فصل عبادت و بندگی را در میابیم و خود را برای آن آماده کنیم. قضای روزه رمضان گذشته. اگر به هر دلیلی تا فرا رسیدن شعبان نتوانستیم قضای روزهای ماه رمضان گذشته را به جا آوریم، همکنون باید قضای آنها را قبل از فرا رسیدن رمضان به جا آوریم. عایشه رضی الله عنها میگوید قضای روزه از ماه مبارک رمضان بر من بود و من به خاطر مشغولیت نمیتوانستم قضای آن را به جا آورم مگر در شعبان. یاد گرفتن احکام، آداب و فضایل رمضان. جا دارد که یک انسان مسلمان احکام، آداب و فضایل رمضان را در ماه شعبان مطالعه نموده و یاد بگیرد و به خانواده و فرزندان خود نیز یاد دهد و آنان را به روزه و عبادت و بندگی در ماه رمضان تشویق نماید. افزایش اوقات فراغت برای تلاوت و بندگی. شایسته است یک انسان مؤمن در ماه شعبان قبل از فرا رسیدن رمضان از مشغولیت‌هایی که موجب کوتاهی در عبادت می‌گردد بکاهد و خود را برای ذکر و عبادت و تلاوت بیشتر قرآن کریم در رمضان آماده کند. سلمت ابن کهیل رحمه الله میگوید ماه شعبان را ماه قاریان قرآن نیز میگویند. نقل است که عمرو بن قیس رحمه الله با فرارسیدن ماه شعبان مغازه‌اش را می‌بست و وقت خود را به تلاوت قرآن کریم اختصاص می‌داد. لذا تلاش نماییم که ماه شعبان را با ذکر، عبادت، روزه و تلاوت قرآن سپری نماییم تا هم از فضایل شعبان برخوردار شویم و هم با آمادگی بهتر و بیشتری به استقبال رمضان برویم.